ساعت چه سرم بوده که میمودم بالای سر تو باشی دیلی ما شده که اینا بالای سر تو باشی نه که چق چق میکنی آنها جو آمد شما ساعت 5 سرم بوده که میمودی چیه هم بانک کنی گرفته شما وایبر با؟ وایبر با واخری داره بود خط کی؟ کلی اما یک چی پرسیم خفه نمیشه؟ به خفگی نکمک من اشبا جانه حاضر هم بچه با گوشت خودتون عجیدت کدن ممکن در حیاتم بار اوله که هم خیلی آدم بینور رو میبینیم چخیل؟ هم خیلی بینور خنک ده خنک افتتون چلون به زیب که اما بخشش ده چهرهتون آدمای دیگر پلنت ده مانند گرنگ شما خودتون تو خودت داینه دیدیمی سرت رنگ رود باری خنک گوش کن یک خنک وقتی من تولد شدم که تولد خانه با هم خیلی خوشی چه بودم که میدیدی راحت میکدی واه کدام نومرد من علیش کد است گیگینه رعایت کردن گیگینه باید رعایت کنید این یک چیز بسیار عادی فهمیدید می همین دانسته باشید که شما کودک نکو وقت بعد از خوراک خوردن حتما باید دست شستن در کار پیش از خوراک خوردن حتما باید دستتون شویید انا برای همین دیگه شما نه گوله در میشید نه تیف میشید کسلی برعکس از شما میگوریزد میردیه کدام چه کسلی اگه قپی دیم بلا زنه دیگه شب وجود آرام نیسته هم خیلی الرژی میخوری شک میخیلی راست که پاکی میگم دست یکم به دکتر برام شرمی دارم ده اگر مردم نمیدونید خودش دکترو بود کسل شده سوشته هم توقت کده گشتم هم خیلی میخواد دل آدم گم میزنه دیگه شما یکم وایس نمیدونید می تابت چه نمیدونید با این عدو داروخانه وای نگیره داروخانه بخلاق دل خو منم جب میبرد که اروپا بیمارخانه ما منم جه یک داروخانه هست رقم 12 از این بیمارخانه ما میبرید اروپا تو وای میبرد که داروخانه بدارید از نوع من گپ نمیتونم فهمیدید ما می نویسم من راست از همونجا گیره که کچی فینیده و دیگرش همش وای فلسفی میگم که اما خیلی ما شما آدمی وای برای میکنم آدمی خودش هم پریامو همونجا دستفکه میکنه اینجا با داروی ارگینال بگوین دفعه فایده داره من این دارو بعد خوراک یا که پیش از خوراک یک تا بعد خوراک یک تا پیش از خوراک خورید من نوشتم من رقم تلفنم می نویسم خود شما با همونجا از داروخانه با من با زنگ زنید فهمیدید 918 20 یا اگه داروخانه دیگه نروید باشه پیش خالم در داروخانه نه هیچ وقت اونجا نروید همه فلچ بوایو ساخته ایم جلو نگیره من نه اگه جای دیگه نگیره من همیشه نوشتم داروخانه من روی میکنم که اردینه همون پرمو همونجا دستفکه میکنم توزه قبل دیدن که ما وای بدتر بری یکو ایلاش نداره نمیدونید شما خیلیش در خودشک شده نمیدونید شما روید همون داروخانه با همونجا گپ زدید مایلش زنگ زنم همونجا زنگ بزن همونجا من با زنگ زدید تشکر زیاد سلامت باشی سلامت باشی الو شناخته میتونید یک تا کلینت روی کردم قبول کن بسیار تعریف کردم قبول کن در تنش فاید دارد بارانی دارد کبود میام خیلی میره در نوع من رفته قبول کن مایلش خیلی در خوب خش مرحمت نوبتی که مرحمت و علیکم السلام بیایید السلام علیکم شنیدم بخیر شنید مرحمت شنید سلام خوش مرحمت چی شکایت داری؟ من شکایت از اون دارم دکتر جون که زنی من وقتای آخر خود به خود در خوابش گپ میزنه دکتر جون کی؟ زنم همونت گپ زدن اهمیت میتید همین موقع زن مردم روزم گپ میزنه در بیداریش هم در خوابش هم اهمیت میتید مالت گپ زدن گرزم نه دکتر جون زنم با آواز بلند داد میزند که نه ظفر جون میگوید مانیت گفتن که نداره چیه همین جای تشویش هست جای خواطر هست می آخه دکتر جون گپ در سری اون که نام من ظفر جون نه چی از نامش؟ نام من سفر جون من شما نفهمیدم
شما چی با بیزابیته میشوید؟ نه خب آدم برای همین کار بیاد مانه داخل وای کسی کلین گفتن که نیزفر جان بله. حالا که نام شما سفر جان. بله هیچ گپ نیست مانه گفتن گرد اینجا از همه اساس و مهمش در آن است که ینگه ها نگفتند نگفته ایستادند اگر مبادا رود و ینگه ها میگفتند سانی چیکار میکردید؟ تپشیدی چی خیلی است؟ در جویش خودتش خوب اختر بین نفس کشش در جویش نفس کشش در جویش حالت را نگاه کنی حالت را خودتش خوب نرم حالت را نگاه کن خدا رو شکر یفتنی نازنین رسمش رو اون قدمی بود که زرده داشت بود چه کنی کنی آبام نکافی کن نصیب نمیده تغییرش این بود است بیچاره بیچاره تغییرش این بود است کلی رسمش رو باید بکرده بینو بخشش بخشش بیمارتون چی شده؟ بیمار خدا را شکر خوب نه گرنگی عقل نکن نگو آدم در وقت جراحی دویم بارگه در حیاتت یک کاتت تکرار نکن فهمیدی؟ بخشش من یک عروس شوندیم که صحبت میکردم و کس رسمشون رو روان کردن وقتی رسم روان کردم با ذریعتش بود شد من خواستم رسمش ببینم لیکن وعده میدیم با تنتنه که از همین روز عبارت منم دیگه در حیاتم همین دخترک به زنگ نمیزنم کو رسمش روان کردن کنی الان ببینید معلمه های محترم مجلس را کشوده اعلام میکنیم سخن به دیرکتور مکتب محله گلستان سیدزاده سیدآباد داده میشه محترم حاضرین گرامی معلمان جوان اجازت فرمایید همه شما را و در شخصیت شما اهل خاندان شما را به فرارسی سال نو میلادی تبریک و تهنیت و تمام خوشی های زندگی را تمنا کنم و آرزو دارم که در سال آیند همه مشکلی های شما حل خواهد. برامد ما آماده ساختیم تصمیم گرفتیم اهل کلکتیو معلمان که به معلم‌های جوان فعال تحفه‌های ارزنده تقدیم نماییم. خب یک باریگر با سخانه استاد همراه شده با شما بارها تمنا میکنم
یا چند توفا ما برای شما آماده کرده میخوایم ما رو در شاعری راهبر به شما سپاریم. توفا به معلم جوان که بسیار در تعلیم تربیه و نورسان بسیار خوب درس دادن محترم سیاوش رحمان مرحمت بیاید. مبارک باشد، مبارک باشد، مبارک باشد. سلام مبارک باشد. توفای نوبتی و آموزگار فن زبان انگلیسی، فن زبان هندیگی که به طلبه ها بسیار درسای خوب دادن، شاروز جنید داده میشه. مبارک شد، مبارک شد. توفای نوبتی با آموزگار فن زبان و ادبیات، معلم بهترین یک جهان تشکر به این کس برای سخنان بالا، برای سخنان بهترین سخنان که به نسل نوروز تربیت خوب دادن و استاد عزیز نوروز جمعه خان داده میشه. برنامه سجفا افتخارنامه. خب دوستان عزیز، توفای نوبتی با معلمه بسیار عزیزی ما، معلمه بسیار عزیزی ما، گلی سری سبت امین مکتب میانه ما، معلمه سال که در چندین آزمون ها سزاوار جای اول گشته است، معلمه عزیز ادیبه ادیب داده میشه. برنامه جای من مبارک شد، مبارک شد، مبارک شد. افتخارنامه ادیب، افتخارنامه. مرحبا، شما. سخن خاتمه با دیرکتور مکتب سید علی سید احمد. مرحمت. استادان گرامی، معلمان جوان، من تحفه‌های ناچیزی که بودن، تحفه‌های خاطره‌ای ما با شما هدیه نمودیم. برای وقتی قیمتی که اشتراک در این ندانسته اشتراک در این مجلس کردنتون من یک جان تشکر میگم، سپاسگزارم. میونه مستحکم بسته کار سخت تو من شما با کار ندارم، دیگرها با کار ندارم. پگاه ساعت 6 صبح خستن من مکتب نی نزد سودی بالایی برفته میانم مستحکم بسته حقوقهای خودم حمایه میکنم. من به صلح مراجعه میکنم. 25 سال 26 رفتم من علاقه آموزگار اینجا با یک افتخارنامه نداری تا توی فرمادگی همه معلمه جوان مایلش ما چی هستیم؟ ما اکون تمام از مدرسه ما. این سببش در چی؟ معلم در توفان نداره؟ عموما در درس‌ها دل میآید معلم، دل میآید. 2 ساعت 3 ساعت دل میآید. پخ نگه نگه گپ زدن نمیتونه اینو. با یک کسی توفه تقسیم کنم دست من. عموما در درس‌ها سری وقت اشتراک کردگی نیست. نه من برای چی؟ برای صورت زیبای شما دویتون توفه. برای چی داری تو؟ برای کلام کارش. نه 15 روز کار با آمدگی. این کجا خانه تو چی؟ معلم فنی زبان روسیه. دست با زبان ترکی که گذاشته ایستاده است. شما همه تو میدونید که خانه من کجا بود؟ کدام محله به جای گرفته؟ من هر سحر صبح ساعت 6 سحر میخیزم از دروازه میبرم مکتب بیافتم میبرم که به دست بدبختو میافتم. اما کشاکش سر میشد. هاكر ما باید محله چلیساش من میرفتم اوزی اگه 300 دفعه یه گوش داشتم بحث ولی هرچه یک خطر بود میگشت که همونجا میبرد من معلم دیر کردم درست سر میشه رو خانم اینجا خودش شما اینجا انتظار شدن میگیرین نبارو آخه من ایراد میگیرم پسرم بیو من فرو هکنید سفیار اکا من کنیدم که من فرو علی بودی اینجا نمیو اینا سیسی مالکا این سیسی همون
چی کشیدم من محله سمتی دیگر به آورده من خونه آوردی بالا دنکی ها یک سالی بود کم بود رادیاتور سر تخونه رادیاتور دیگر چه آوردی شیران خیلی بالا دنکی بالا دنکی نه تنگلی نه خونه بیارمتی مجبور باز کنه بیا برسیم بگی کارتوشکا باشد دیگر بالو باپاتنه رادگم چه خدایه چی گبی خدایه وای داد وای پارسل من ایواز کردنیه وای خدا من کجا روم اکنون این کجا میره؟ کجا میره؟ من طرفای سیسه بخورم بیا 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 وای جوی نخی برادر تو من کجا آوردی کجا آوردی تو من آخی اینجا بوده اونجا بوده کجا آوردی من خیلی نگه بالا باپتن یکی هم اینجا آوردی اینجا میکنه چی گم چم رابطی با من بگیری کجا آوردی من تو آخی کجا آوردی من آخی یک کدام کجا آوردی یه نمیرم نمیبینی ساعت شد چی باید تلفن این کجا میره؟ همه جای گفته کجا بره یه بچه یه چی با کسایش تو سمون من پنجون مشکوزی باید میکنم کجا کم داره بالاترش 10 نفر دیگه جا بگیره بود من دیگر سمت میرم آخه من دیر کردم سخاوت کارو برادر شما انصاف دارتون نه تعلیم نه تربیت نه مدنیت پنجون مشکوزی من یه بلازدنه چه تنظیم نیستن یک کجا ببینه فرادی من نه مدنیت داری نه معرفت داری چه خیلی دفعه تو زرنی سور میگی کجا اومدم من زرنی سور اومدم کجا اومدم کجا بریم؟ یه محل گلستان رفته زرنی سور آوردم من یک خدایه همون طرف خطی بریم بیا کجا من بخیال من دیگه سنگ دیرم بخیالم رگر یک نفر رگر یک نفر رگر محترم رجب سروشین اسایریش ما اینجا به خلاصه آمدیم دوزنگی شما اثبات کرده نشد شما آزاد می توانید به نزد زنتون روید آزاد؟ بله هزار رحمت اکا جان نمیارزد بسیار خبری خوش گفته اثبات نشدن تو زندگی نیست نه می توانید تو زندگی من اثبات نشدن؟ فاش نشدن؟ نه رحمتی کلام یک سوال داشتم خب مرحمت همین میگفته کدومش روم؟ چه خیلی به نزدیک کدامیش آخر به نزد یکمش یا دویمش؟ السلام علیکم نازی سوزی تیجین سلامتتون نازی تنجین خوبین مرحبا تمام بگیریم بیل داریم کدبان داریم شوخین داریم همه اولاد مهنت خانواده را همشون داریم سلامت باشه سلامت گفته مردک که این کدبان چند پول بده یکو گفته مردک چند نمود کدبان داریم این کدبانش هم این 50 سومان 50 سومان آره خو یک کدبان اکو 50 سومان فروشیه خیلی نرخش 50 سومان هم آره ترش گفته مردک ما کی 50 سومان و نرخی نیست ولی 50 سومان داده ترور تونون میتونه مگی قیمتی بعد ارزون ترش که این بعد آهن تاجیکی است سخت یک عمر خدمت میکنه اینا ببین این خیتا که اومده علکه استفاده نبرده شکستگی گفتم که امکی همین 50 سومان میشه دیگه همین نرخ آخرانش همین آخر ارزونش که گفته مردک چکار میکنه آخر کباب کردین که تو نمی چشمات بده بخدا
همین گفته مرده خیباب کرد یا اخی همین برای همین کم بغل همین چند پول میشه واکو نرخ همین نرخ آخریان سرکت قبل همین نرخ آخرانش برای شما کم بغل 50 سومای بای همین کذبه در همین سرش بزنه дар ҳисоbatон 300 сомонӣ маблағ доред. Ака 150 сомонӣ қарз медиҳед? Amaki Şadiçe selam aleyküm. Amaki Şadiçe selam aleyküm. Salam aleykum. Nereden? Ya selametin çıkıyor. Amaki Şadiçe hiç Guspanda kıjo mu var? Peşama kaçırım. Peşama kaçırım. نفهمیدم. Guspanda kıjo mu var? شما در کجا گوسفند دیدید؟ Ne Guspan? ای یک کلا گوسفند شما Cima? نخواهم گوسفند باشد آیا دیپلم معلومات گوسفند ها دانشگاه و خوانده استاده است اوه سلام را 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 لا 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 السلام علیکم سرجانتی بازرسی دولتی اتومبیل ناظری راهنماییانوف یه پول میدی همت اگر تو مستی نکنی رم 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 سر در هوسی گریز پایی نکنی رم 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 یک پالیچو دست بازی کنیم هر دویم رم 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 هی خوش لبا با شما یک ایراد و یک سوال دارم ایراد؟ بله ایراد یکی من همین که شما با این ماشین افلاستون نمیتونید که به شهر دوشنبه در آمده حسن شهری ما را کاست گردانید فهمو عذر فهمیدید خودتون آلفته ستنگ ماشینتون بسیار بسیار چرکین انا که سوال دیگه من برای شما تسمچه بی خطره نبستید کنی به سوال من جواب دید تصمیم بی خطری؟ بله کنی مرحمت به سوال جواب دید تستر و زودتر اگر به سوال من شما جواب دهید با شما راه استوید اگر جواب ندهید جریمه به مقدار 200 سامانکک رفیق سردار لبیک اجازت است یک تلفن کنیم برای کمک پرسیدن مرحمت چرانه بازی ما بسیار صاف است عادلانه است مرحمت با کی زنگ میزنید کنی با سردار بازرسی اتومبیل همین ناحیه خلف سید احمد رحمتویچ وا انا دیدید شما بود کردید با شما راهی سفید بیا اکا پولا بیا سلام علیکم اکا گوی اکا کی؟ گوسپان اکا 2 کیلو گوسپان بده بیا 2 کیلو گوسپان بیا انا گوسپان لا بیا نه اینجا بده اکا پولا
ما اینا گوسفند 70 تومان 70 تومان 70 تومان بیا که بیا پیش بیا که بیا گویا که گوسفندی چی مرغ فابریکا برا که اینجا جای مرغ فروشی نیست اکا بیا پیشتر بیا که چند کیلو اکا چند کیلو اکا چند کیلو چند اکا پولو بذار اکا تورمون چند کیلو گوی نه گوسفندی نه بوز نه من بوز نه کی جا بوز بوز کی بوز باشه پیش بیا اکا چند کیلو بوز 2 کیلو 2 کیلو گوشت بزن اکا چند میشه؟ خیلی چند میشه 70 تومان گوشت بزن قیمت اوزی بزن ناو کشته میشدم بزن حوزم اکا پولو دوباره پولایی باشه که لحظه یک گوشت گوسفندی زور قطعی دنبا بتم خیلی دنبا چند پول 78 سم قیمت کی چی قیمت 78 سم قیمت اکا ما بگو اکا سلامت باشی مال اکا سلامت سلام بگو مال بیا تو چی گوشت چیه؟ گو چند کیلو 1.5 1.5 کیلو گو همین جبته میشه اکا همیشه 2 کیلوش نیام 2 کیلو میشه اکا یک بار 2 کیلو کنم جا برای که گوشتی این لحمه اینا ناو کشتن بقره ناو آوردیم تمام اکا یک دقیقه بیت کنیم چند کیلو میبرای این کم ترجیح 2.5 کیلو خمیشه اکا 2.5 کیلو هیچ کم نیست اکا پولاد تایرا زدم میگی کم 1 کیلو که اکا پولاد بقا 1 کیلو که کی جاز نمیشه حالا بیا کی مانده است بیا من سلام علیکم گوسفندی گو جیگر 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 پیش بیا جیگر